أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انسانی که صدقه جاریه میکند، غضب خدا از بالای سر او دور می شود، بلا از خانواده او دور می شود. پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم سخن زیبایی گفتند که انسانی که صدقه میکند البته بلا را دفع میکند، دور میکند. همین اصطلاح هم در گوش همه ما و شما میزند، میگوید که صدقه را دی بلا. این گفته پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم هست که صدقه بلا رو دور میکند، غضب پروردگار رو دور میکند. هر یکی ما و شما ای بندگان خدا، ای برادران اهل اسلام، هر یکی ما و شما یک تایی صدقه جاریه کنیم، چقدر دین ما آباد میکنیم و دولت ما و خانه ما و همگی را آباد میسازیم. عمل نیک این خوشنودی پروردگار هست. دوستان عزیز، امروز این سخنها از سوزش دل، از عمق دل به شما گفته می شود و ساده کرده می فهمانیم که اسلام عزیز ما و شما را دستور می دهد که وقتی که انسان دارا هست، ثروتمند هست، باید به نیکی کردن، با صدقه جاریه، یعنی شب و روز انجام دادن اون را برای ما و شما تأکید میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که ما نقصت صدقه من مال، هیچ صدقه از مال کم نمی شود. و ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، و هر کسی که در برابر صدقه میکند و خاکسار هست، خداوند تکبری را از دل او دور میکند و خاکسار هست، خداوند گناهان او را می آمرزد. به طریق چی؟ به طریق صدقه جاریه. خب و ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، هر کسی که بخشش دارد، گناه یکدیگر را می بخشد و از کمبودی یکدیگر گذشت میکند، خداوند عزت میدهد، آبرو میدهد. در جامعه هم در نزد پروردگار هم آبرو هست. و ما تواضع احد لله الا رفعه، و هر کسی که خاکساری را برای خود پیشه میکند، خداوند درجه او، مرتبه او را در نزد خودش بلند میسازد. هر کسی که عملی نیک میکند، عمل خوبی را انجام میدهد، دنیا و آخرتش را آباد کرده است. و امروز هم آیات‌های قرآن و سوره‌های قرآن دلالت به نیکی میکند. چگونه ای که اشاره های است که خداوند عزوجل میگوید که ای بندگان من، میان یکدیگر صلح بیورزید، از صلح خیر، بین یکدیگر بخشش کنید، گذشت کنید. و امروز هم با تلاش و زحمت های غمخواری پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان، این دولت ما و شما چقدر آباد هست، چقدر راه‌های وسیع آباد، مکتب‌ها و دانشگاه‌های یعنی درجه اولین دم استان برای ما و شما مهیا کردند. و ما برای همگی ما و شما لازم است، ضرور است که همیشه دعای خیر کنیم و خودمان هم مثل اون قهرمان‌ها عملی شویم و همیشه برای کار خیر و صدقه جاریه یعنی همیشه پابند باشیم. اسلام است که ما و شما را تربیت میکند، میگوید که از اون مالی که تو صدقه جاریه میکنی، مال تو کم نمیشود. ضیق نشو، غمگین مباش، احساسی یعنی فکر نکن که مال تو کم میشود. البته مال تو 10 برابر زیاده میگردد. این وعده قرآنی هست. هر کسی که در راه خدا قرض میدهد، صدقه میکند، آبادکاری میکند، 10 برابر مال او زیاده میگردد و اجر و پاداش عظیمی را برای خود کسب میکند. دوستان عزیز، اون خصلت هایی که گفتیم حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که عمر انسان زیاد میگردد،
همه ما و شما با صدقه جاریه حتی دعای نیکی را از مردم، از امون کم بیزاعت ها و فقیر و یتیم ها چی میشنویم؟ خدا عمری درازی طولانی برایت نصیب گرداند. و این برای ما و شما یک فخر است که انسان عمری طولانی که دارد اجر و پاداش و ثواب و منزلت زیادی را به خودش کسب میکند. وقتی انسان عمری دراز دارد همیشه کوشش کند به کار نیک و کار عمل خیر آخرت خود چی آباد ساخته است. و شکرانه کنیم که در یک فضای صلح و ثبات، آرام و امنیت، در یک فضای هستیم که در مسجدهای و همه مسجدها کشاده هست. آرامانه میاییم نماز خود میخوانیم و اون برادرانی که امروز کوشش کرده و صدقه جاریه کردن که ما و شما در یک بهترین مکان خانه خدا با بهترین عبادت شروع باشیم، خب اینها همه اجر و پاداش دارد و خداوند ثواب و ثمره این را زیاده میگرداند. دعا میکنیم در آخر خداوند عزوجل همه ما و شما را موفق به صدقه جاریه کردن نصیب روزی بگرداند و الله مهربان این همه ثواب امر معروف و ثواب این همه امر معروف و نهی منکر و ثواب این همه آیت های تلاوت کرده شده را به گذشتگان خود ما پروردگار گذشتگان رحمت و مغفرت شایسته جنت بگرداند و پروردگار را اون برادرانی که گمراه هستند و اون جوانهایی که گمراه هستند خدایا هدایتشان بگردان. پروردگار را برادرانی که در مهاجرت مهنتی هستند اونها را نگهبان شو و توفیق بندگی و ایمان کامل براشان نصیب روزی بگردان و سالم و غانم به خاندانشان باز بگردان. پروردگار را پدر و مادران ما را نگه بدار و نیکی کردن به پدر و مادر را برای ما نصیب روزی بگردان. پروردگار را فرزندان ما و نسل ما را هدایت بگردان و در تربیه فرزند همگی این دست برداشتگان را موفق و سربلند بگردان. پروردگار را اونهایی که بیمار هستند شفای کامل و عاجل نصیب روزی بگردان.